این کشور به این وضعیت رسیده، به این بحران رسیده، به ابر بحران هایی که داره مردم رو له میکنه رسیدیم و باید یکی بیاد بگه من مسئولیت این اتفاقات با من رهبر این کشور. مردم، من عذرخواهی میکنم که نتیجه 35 سال زمامداری من با اختیارات تام و مطلق وضعیت فعلیه. اما به جای این کماکان به عنوان طلبکار از مردم میشینن و سخنرانی میکنن. این هم تسری پیدا میکنه به پایین. من از شما یه سوال دارم. شما در وضعیتی که فعلا در دوچاریم، اصلا نیاز نیست من توضیح بدم چون میگید اختلاف نظر، همون وضعیتی که شما فکر میکنید بده، این وضعیتی که امروز تو کشور داره چند درصدش، درصد نمیخوام عدد بگید، کم و زیادش رو بگید، هر چی که خودتون، چقدرش با مسئولیتش به عهده اون نفر اول کشور؟ کل نظام جمع‌بندیش که حاصل بشود همش به پای ایشون نوشته یعنی میشه. ما الان به نقل از آقای نبویان، من میخوام درست